ببین عزیزان، این صراط مستقیمی که ما میخوایم بریم یه لغزشگاه شیطانه که میلغزونه، جاده رو ناامن میکنه. یه ناامن کننده جاده کیه؟ برای شیطانه درونه و آدم رو میلغزونه که خطرناکتر از شیطان بیرونی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شهید دسقه یک کتابی داره به نام استعاذه. بله؟ استعاذه. اونجا یه مطلب دقیق یاد میکنه، یه مطلب دقیق یاد میکنه. میگه قدیم ها برای نگهبانی منزل دم در سگ میگذاشتن، نگهبان منزل باشه. میگه این سگ اونقدر حس تشخیصش بالاست، میگه کسانی که اهل این خانه باشن راحت میان میرن، این هیچ عکس العمل نشون نمیده. اما اگه یه بیگانه بخواد بره، بفرمایید او عکس العمل نشون میده، پاس میده، سر صدا میکنه و به او حمله میکنه. دقت کردید؟ گفت شیطان هم همینه. کسانی که رابطه با خدا داشته باشن، رابطهشون با خدا باشه، شیطان زورش به اونا نمیرسه. میگه اینا با اهل خانه چی دارن؟ ارتباط دارن. دقت کردید؟ با اهل خونه ارتباط دارن، چون خود شیطان هم گفت و خدا هم وعده داد، فرمود سلطنت شیطان بر کسانی است که ایمان به من خدا نداشته باشند، اما کسانی که ایمان به خدا داشته باشند شیطان بر شما هیچ سلطه‌ای نداره. بعد ایشون تو همون کتاب میفرماد چرا مستحبه در آغاز هر نماز بعد از تکبیره اول استعاذه بکنید، بعد بسم الله رو بگید. اول میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد میگه بسم الله الرحمن الرحیم. میگه این نانجیب در بهترین حالت ما تو لغزشگاه ما هست. بهترین حالت کیه؟ نمازه، معراج المؤمن. میگه اونجا هم کمین کرد. بله؟ اونجا هم کمین کرد. بهترین ذکر الله اکبر. بعدش میخواید با نام الله شروع کنید، بسم الله الرحمن الرحیم. همونجا میاد به سراغت. خیلی حرفا. یعنی در بهترین عمل که نمازه، در بهترین حالت که برقراری ارتباط با خدا هست، میگه من همونجا هم به سراغ شما میام. کی میتونه در این حالت بیمه باشه؟ بله؟ کی میتونه بیمه باشه؟ کسی که بسته به خدا باشد. خود خدا فرمود ان کید الشیطان کان ضعیفا. با همین نقشه های ضعیف متاسفانه خیلی آدم های قوی رو لغزوند، خیلی آدم ها رو لغزوند.